خب الان میخوایم چی بکنیم؟ برلی اسلایس مید این جرمنی. پشتش چی نوشته؟ نوشته فلیچه با کیفیت بالا، 100% برلی، آرامسوز و لیکور با تست لیکور دلچسبی مول معروف داخلش هست. بذارید من باز کنم. صدا هم داد. آخه چقدر این بانداژ کردن و تنباکوهای اینطوری با حال و قشنگه. چقدر انگار با کلاس اینا رو بسته بندی کردن. این هاش نه برگای درشت و خوب، اندازه یه بار اسموک. به کام باشه انشالله و موفق باشین.